بچهای خوشگل من. آدامس هم چقدر بزرگ. اینکه دندونم جره کردم. خوش اومدید بعد از مدت ها به یه ویدیو و ولاگ روزمره دیگه با من. امروز تصمیم گرفتم که همراهتون کنم با خودم. امروز ببینیم میخوام چیکار کنم. هیچ چیز خاصی پشتش نیست، همینجوری امروز هوس کردم بعد از مدت ها یه ویدیو روزمره داشته باشیم با هم دیگه، یه ولاگی بگیریم. الان اومدم کلینیک مریم برای یه جلسه 4 RF. بعدش هم میخوام کافه کارامو انجام بدم. بعدم کلی حرف دارم باهاتون، چیزایی که واقعا نمیشه توی اینستاگرام گفت. کلی درد و دل دارم باهاتون. بعد دیگه براتون بگم شما چه خبر، چیکار میکنید. میبینم که هوا خنک شده، خوشگل شده. من واقعا دارم لذت میبرم از اینکه پاییز داره شروع شده. یعنی قشنگ داره کیف میده بهم این نسیمایی که شروع شدن و این بارونایی که داره، بارونای نمنمی که داره میزنه. و اصلا کلا با اینکه همه ما ایرانی‌ها بچه‌های مخصوصا دهه 60 تا 70 تروماتایزیم با پاییز و خیلی چیزی، خیلی مثلا حس غم میده بهمون و بدبختی کشیدیم تا مدرسه‌مون تمام شد و مثلا این پاییز و اومدنش و اینو واقعا یه حالی میکنه ماها رو با اینکه مدرسه‌مون تمام شده. ولی بازم قشنگه، بازم بهتر از تابستون خدا وکیلی. هم استایل من همچی استایل جذابی زدم. استایلی که میام کلینیک مریم همینه، چون معمولا دیرم میشه یه چیزی میپوشم. میام اینم تیشرت کامیاره. خوشگل شدم، جیگر شدم، ناز شدم، عسل شدم، جیگر شدم. خوبه برمی نداره کلینیک مریم اینا آسانسورش. البته ربطی به خوشگل شدن الان در لحظه نداره. این کاری که کردم RF این به مرور زمان مشخص میشه. اتفاقا الان قرمز و ملتهبم. ببین فرنچ پرسمون داغون شده. بعد میخوام ببرمتون بون کافی ظفر با همدیگه فرنچ پرس انتخاب بکنیم، چون که سری قبل که رفتم این بون کافیه خیلی فرنچ پرس خوشگلی داشت. یه دونه داشت رنگ همین شال من، خیلی قشنگ بود. بریم ببینیم چی داره. یه چیزی رو میخواستم بهتون بگم. ببین من متنفرم از این که آقایون میان به خانوما هیت میدن بابت ظاهرشون. هیت دادن کلا کار خوب بدی، خانم آقا هم نداره. ولی آقایون چند وقت پیش از کلینیک پوست اومده بودم و مثل الان میکاپ نداشتم. خب آدم وقتی از کلینیک پوست میاد که میکاپ نداره که، حتی مثلا صورتش قرمز و ملتهبم هستش. بعد یه آقایی توی یوتیوب برگشت به من، یعنی کامنت گذاشت که این چه قیافه‌ایه، مثل مرده ها اومدی جلوی دوربین، یه ذره میکاپ کن. آفه میکاپ کردن خیلی چیز خوبیه، ولی به تو ربطی نداره که من کی میکاپ میکنم. پدر سوخته و چه کار چی پوزشتیه. اصلا من نمیفهمم کی گفته که به شما ربطی داره که دخترها کی میکاپ میکنن کی میکاپ نمیکنن. کی باید به شما همچین اجازه ای داده که راجع به میکاپ ما اظهار نظر میکنه؟ من هر وقت دلم بخواد میکاپ میکنم. من فکر میکنم این دیدگاه از این میاد که خب چون متاسفانه یا خوشبختانه هر کسی به خودش ربط داره که چی کار میکنه. ولی از اونجایی که پسرهایمون تو جامعه خیلی دختر ساده دیگه نمیبینن، کسی که واقعا خوشو دوست داشته باشه اینکه میکاپ بکنیم هم به این معنی نیست که خودمون رو دوست نداریم. ولی خب من خیلی موقع هم شکلی میام بیرون، اصلا کی ربطی هم به کلینیک دوست ندارم. من فکر میکنم که عادت کردن به این قیافه ها، میشه خیابون جلوی دوربین یا هر چیزی نمیتونن ببینن که مثلا یه نفری ساده زده بیرون از خونه، ساده اومده جلو دوربین همون شکلی که هست و احساس میکنم که دیگه این براشون تعریف نشده که خب به تو ربطی نداره با که این آدم چه شکلی اومده جلوی دوربین و اینا. من بگم من منظورم همه آقایون نبودم، من فقط همین یه دونه کامنت رو گرفتم. ماشاءالله بزنم به تخته، هم توی پیج اینستاگرامم هم توی کانال یوتیوبم خیلی پسرای خوبی من رو فالو و سابسکرایب میکنن. دمشون گرم، مرسی هستید. و خیلی هم کامنت میذارید تو یوتیوب خیلی بیشتر.
قدرتون رو میدونم دیگه. خلاصه گفتم اینم بهتون بگم یه وقت ناراحت نشید از دست من. مخاطبم همون یک نفر آدم و کسایی که شبیه اون یک نفر آدم فکر میکنن. جز این سبزه و این چوبیه رنگ دیگه ای ندارید. قیمتش رو میتونم بدونم؟ 120 کنم اینو بردارم. رنگش بی خوده ولی خود برحال. سلام، خسته نباشید. عاشق صدای آسیابم و گوش میاد روی قهوه تازه آسیاب شده. اینجا یه قهوه فروشه به اسم ایستگاه قهوه که خیابون زفر. آیسلاتاشو خیلی دوست داشتم. یه 5 دقیقه پیاده روی به سمت ولیعصر هم بکنید بون کافیه که اون آیسلاتش از این بهتره ولی اونجا هم خوبه. ولی آیسلاتای بون کافی رو حتما تست کنید. طبق معمول همیشه همه چی رو داره پروتئینی میکنه. دوغ پروتئینی، ماست پروتئینی، پنیر پروتئینی، این پروتئینی به نفع من عضلاتم حفظ میشه. واقعا یکی باید کالا رو متوقف کنه. چند روز دیگه پروملیکا میده تو بازارت. خب بچه ها من رسیدم خونه. بعد بگو چی؟ میخوام این براونی ها رو درست کنم. حالا یادم رفته دستش چجوری. خیلی ساده است، یعنی واقعا فکر کنم کلا 1 رو 20 دقیقه جمع شه. فکر نمی کنم چیز خوبی ازش در بیاد، ولی حالا ببینیم. میدونستی اگه 2 دونه تخم مرغ رو به دستورای مهتاب خیلی ایمان دارم. مهتاب یک خانومیه که خودش ورزشکاره، بعد کلا کارش اینه که توی پیجش دستورای رژیمی بذاره. حالا من درست میکنم، میگم فکر نمیکنم خیلی چیز خوب در بیاد از ظاهرش دارم میگم، ولی ایشالله که زود قضاوتش کرده باشم و خوب در بیاد شما هم درست کنید. خب ببین من 2 تخم مرغ رو شکستم انداختم تو این. بعد همزن دستی هم پیدا نکردم. همزن برقی هم الان در حال حاضر ندارم، یعنی دست خودم نیستش. بعد اینکه 2 تخم مرغ، بذار یه بار دیگه چک کنم. 1 قاشق چای خوری عصاره وانیل که من از این آماده ها استفاده میکنم، پودرش استفاده میکنم. آخرش هم خراب میشه به خاطر اینکه تک تک موادش رو گفتم خب من که اینو ندارم اینو میزنم. بعد میگم دستور مشکل داشت. خب ببین 1 قاشق چای خوری وانیل. بعد فرم گذاشتم گرم بشه رو دمای 180. بعد اینکه 2 قاشق غذاخوری پر پودر کاکائو خالص. پودر کاکائو خالص چه گرون شده پودر کاکائو، 180,000 تومان. قدیم یادم خیلی ارزون بود. این پسر ناناز مریض منم اومده اینجا چه باز نمیشه. این عاشق تخم مرغ کامو جون. بعد صدای شکستن تخم مرغ که میشنوه بدو میاد. مریضم هستش حالا بهتون میگم. ای بابا یه مو اینجا دهن منو سرویس کرد. آره حالا بهتون میگم چرا مریضه. ریدم چرا اینطوری شد. ای بابا. بعد من میگم آقا من شیرینی پز نیستم، هیچ کس باورش نمیشه. من اصلا هیچ استعدادی ندارم تو شیرینی پختن. هر چقدر توی یه سری غذاها خوبم تو شیرینی افتضاحم. خب
ریخت دیگه ریخت. این بریزم حداقل تو این که بیشتر از این گند نخوره. من واقعا تا الان نشده که یه چیز شیرینی یعنی حوزه قنادی چه رژیمی چه غیر رژیمی درست بکنم و نتیجهش خوب شه. خیلی جدی تا حالا نشده. خب 2 قاشق غذاخوری پودر کاکائو. خب این 1 قاشق، اینم 2 قاشق پره دیگه. برای شیرینی هرچی دوست داری میتونی اضافه کنی. این 1 قاشق چای خوش شیرین کننده رژیمی زده، احتمالاً استویا یا مثلا هر چیز دیگه زده که ما نداریم. عسل اضافه میکنیم. ندارم دیگه چه من درست نمیکنم. من که انقدر واقعا آدم دست و پا داریم و اصلا دست و پا چلفتی نیستم، موقعی که میخوام شیرینی درست کنم یا تبدیل میشم به چلمن‌ترین انسان جهان. اگه فکر اینو میرم میشورم مجبورم. نمیشورم، اینو میذارم تو ماشین، یکی دیگه برمیدارم. کامون پشماش ریخته. مادر ما لازم نیست خیلی هم شیرین باشه که اصلا. چرا باید خیلی شیرین باشه؟ میدونم اصلا نباید حرارت ببینه. من گزینه دیگه نه. اصلا یادم رفت اگه اون مدنی استویا میخریدم. دیگه چی؟ شیرین کننده 1/3 پیمانه کره بادوم زمینی. بذار ببینم چه کره بادوم زمینی اضافه کن. اینم تقریبا 1 قاشق پر میشه. اینم کره بادوم زمینی. میخوام فقط خوب نشه. کامیار الان رفته یه چرت عصرانه مرغوب بزنه. همین قد شد دیگه. آره بیدارش میکنم، نظر واقعیشو میگه. اگه بد شد میگه بد شد دیگه درست نمیکنیم. اگر بد شد دیگه درست نمیکنم. فقط یه سری مواد حروم کردم تهش. نه آره بابا تهش میخواد بشه مگه. بعد دیگه همین دیگه. ماکروفر این کوکی که رژیمی یا ketogenic داری که بدون عذاب وجدان میتونی ازش لذت ببری. میدونستی اگه 2 تخم مرغ رو به همراه مقدار کمی وانیل، 2 قاشق غذاخوری پودر کاکائو خالص و مقدار کمی شیرین کنی. خب ببین این بافتش شد دقیقا. این اولش خیلی بد بود ولی الان بافتش دقیقا شده مثل همین چیزی که تو ویدیوه. یعنی واقعا اوکیه. حالا اگر که مشکلی ایجاد شد دیگه واقعا نمیدونم چرا، ولی اینو من کاغذ روغنی انداختم کف این قالبم چون که اون قالبای تفلون ندارم، همینو دارم فقط. اینو میریزم تو این، میذارم تو فر با دمای 180 درجه، مثلا که باید 10 دقیقه بپزه. بعد بهتون میگم. اصلا نمیدونم چی شده. اصلا نمیدونم چی شده. بازم خنک شه. خوبه میده بهتر پسر. به نظرم دقیقا اوکیه به عنوان یه براونی. خب بیکینگ پودر هم نداره دیگه، یعنی دیگه چی میخوایم از یه براونی؟ بذار یه کاتی بزنم. خوبه پخته قشنگ مثل براونیه. پشمام یعنی موفقیت آمیز بود. از خودم حالا نمیتونم صبر بکنم خنک بشه. همچین کالری کمی نداره، این رژیمی هستش اوکی، ولی یعنی چیز مضری نداره. ولی خب همه رو بخوای بخوری خب کالریش کم نیست اصلا. 1/3 پیمانه فقط کره بادوم زمینی داره. به همین خاطر مثلا تو 2 الی 3 روز 2 نفره مثلا اگه میخواید درست بکنید بخورید. مثلا هر تیکش با یه قهوه. حالا خنک بشه کامیار بیاد تست کنه ببینم چه جوریه.
این اولین باری که این فرنچ پرس رو دارم تست میکنم و اصلا نمیدونم ریزشش چجوریه. اون آیکیایی که خیلی نشتی داشت بعدم نیست واسه یه فرنچ پرس 120 تومانی. آفرین، حجم خوبی هم داره. ببینم که ببین کی تو آشپزخونه است بعد از مدت‌ها. خیلی پر روی. واو، قبشکه؟ آی تو سرت براونیه؟ این همه براونی خوردی میگی من براونی دوست دارم؟ براونی درست کردی؟ مگه تو براونی دوست نداشتی؟ من عاشق براونیم. دست در نکن. خیلی هیجان انگیز به نظر میاد. دستم تمیزه. من پسرت که گردنش از دست داده، من که چشمم از دست دادم. واو چه خوب شده. چه خوبی بینه. چجوری درست کردی؟ شیرین کنندش عسله با کربادوم زمینی و تخم مرغ. کاملا وصله بمیرم. خیلی بعد از دست بسرم. خوبه. چه بافت خوبی. یعنی الان رژیمیه. آره. بالکلا. ولی خب کربادوم زمینی کالریش بالا، یعنی مثلا یه دونه دیگه بخوری. نمیتونم همه‌شو بخورم یعنی؟ نه. مثلا اگه استوویا میزدم خب قشنگ شیرین میشد. میدونین چی کم داره به نظرم؟ سس شکلات. بریزی قشنگ چاقی کنی عشق کنی. قلتونش تو شکلات. ولی خوشمزه شده. مرسی. آره خوبه. خدایی از این کوکیای کافه‌ای که خوشمزه تره. آخ. چشم خوب نشد. همون چشم درد میکنه چرا؟ پس خوب بود دوست داشتی؟ آره خیلی خوشمزه است. سلام. بمیرم این بچه من مریضه. الیزابت جون با این گردنبند الیزابتش بردیم بچه‌مو آرایشگاه. کامو رو یه آرایشگاهی که خیلی هم به نظر شیک و با کلاس و لوکس و اینا میومد. میخواستیم مثلا نبریم اون کلینیک دکتر خودش، بخاطر اینکه دور شده بود، گفتیم سوار ماشین نشه. و اونجا اون آقایی که به جای اینکه گرومر باشه، یعنی آرایشگر مخصوص حیوانات باشه، دکتر بود. حالا این هم خوبه هم بده، یعنی هم خوب بود به نظر ما ولی خوب نبود در واقعیت. یعنی به نظر من اینجوری بود که خب طرف وقتی دکتره حداقل آناتومی بلده و کامو که دیسک کمر داره احتمالاً وقتی من دارم 1000 بار توصیه میکنم بیشتر رعایت میکنه. دیسکش اوکی شد، یعنی صدمه‌ای ندید. اما متاسفانه بلد نبود، هم بلد نبود بزنه و هم حداقل چیزی که برای رعایت میکنه یعنی رعایت بهداشتو نکرده بود. ببین من از این لجنم گرفت که قارچ که گرفت هیچی، یعنی اصلا قبل از اینکه قارچ بگیره این بابا اصلا بلد نبود این کارو. یعنی اگه قیافه کامو رو ببینید به مکا گفتم کامو بردیم جعفر تحویل گرفت، اینجوری پله 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 زده این بچه رو. یعنی اصلا حتی بلد نبود موزر کار کنه یا مثلا با قیچی کار کنه. احتمالاً اینطوری بوده که مثلا گفتن خب چه دکترم والا تایم فراغتم هم وایسم اینجا 4 تا مثلا. و آخه اسم چیزشون مدرسه گرومینگه. یعنی چی؟ دیگه هست اسم کلینیکشون یعنی اسمی که به عنوان مدرسه گرومینگ فلانه. اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ بعد تو حتی ابتدایی ترین اصول گرومینگ آرایشگاه دیگه، آرایشگاه زنونه مردونه آدمی زادم دیگه میدونن که بعد ضد عفونی کنن وسایلو، یعنی حتی اینم رعایت نمی‌کنی. بعد مثلا تو حیوانات که سریع قارچ میگیره، سریع عفونت میگیره. من میگم تنها مشکلی که دارم اینه که میگم هنوز مشکل حادی پیش نیومده، چون که واقعا من خیلی میبینم میگن سگمون رو بردیم مثلا و جنازه‌شو تحویل دادن و اینا، خدایی نکرده. من از این خیلی میترسم. این اتفاقات زیاد داره تو ایران میفته. من یه چیزی که رفته تو مخم این قانون نداشتن دیگه. اگرم باشه مثلا مجری قانون نیست، یعنی کسی نیست بیاد اجرا کنه اون قانونو. Günaydın arkadaşlar, صبح بخیر. چطورید؟ من امروز حالم خیلی بهتره به خاطر اینکه کامو خیلی خوشو داره کمتر میخارونه و خیلی صبح خوبی رو شروع کردم. به کارم رسیدم، لباسشویی رو زدم، صداش میاد تمام کرده و ببرم پهن کنم ملافه‌ها رو. یه قهوه‌ای درست کردم که همونطور که میبینید تو فرنچ پرس جدید قهوه داریم. ببین فرنچ پرس اتفاقا خیلی داره کارشو خوب انجام میده. آدم چی میخواد از یه فرنچ پرس به جز اینکه
یه قهوه خوب به تحویل بده. تو این ماگایی که ندارم یادتونه یا نه ویدیو جمعه بازار رو دیدید یا نه، ولی این دوتا ماگ رو هر کدوم 150,000 تومان فقط خریدم از جمعه بازار پروانه که خیلی دوستشون دارم و کار دسته که اتفاقا کسی که سازندش بود هم جزو بچه‌های قدیمی پیج اینستاگرام من بود که خیلی قهوه خوردن توش کیف میده. من به عنوان یه سرامیست قدیمی خیلی دوست دارم تو ماگ دستساز قهوه بخورم. امروز برنامه‌ام چیه؟ امروز برنامه خاصی ندارم. دیروز ورزشم کردم، امروز ورزش نمی‌کنم. تبلیغم توی گوشیمه. پیام کاریمو جواب دادم. هیچ کار خاصه مثلا اونطوری ندارم. بیشتر میخوام الان مثلا یه ویدیو ریل بگیرم واسه اینستاگرام، یه ایده‌ای دارم اونو میخوام بسازم. بعد اینکه الان بریم با هم دیگه یه روتین پوستی بریم ما یکم آرایش بکنیم. بعدش هم که میخوایم کامو رو ببریم بیرون دستشویی بکنه. بعدم یکم به خونه برسم باشم یه سریالی شاید ببینیم. در واقع امروز یه جورایی روز استراحتم. صبحم زیاد خوابیدم. بعد دیگه همین دیگه بریم ببینیم که چی پیش میاد. دوستان عزیز، من خیلی لاکچری شدم دیگه، دارم از دیور استفاده میکنم تو روتینم. لوکسوری شدم. نبرم فرستادن تست کنم و تا اینجای کار خیلی خوب بوده. چی؟ کرم روزش. ببین اصلا فکر نکنید که مثلا اون قدری گرونه. من با یه جایی میخوام کار بکنم که با قیمت خیلی مناسب از فرانسه اورجینالش رو میاره، چون که حالا با یه سری طریقی خرید میکنن که قیمتش مناسب در میاد. ولی مثلا تا الان بگم مثلا خیلی تفاوت خاصی دیدم داره معجزه میکنه، نه. حالا باید استفاده کنم چون فعلا 3 روز دارم استفاده میکنم. ببینم که اگه واقعا خوب بود حالا تو اینستاگرام معرفی میکنم. همینه، یعنی میکاپ من واقعا همینه. حالا اگه بخوام برم خیلی جای مهمی بیرون معرفی داشته باشم، ایونتی بخوام برم و اینا، مثلا یه سایه و ریملم میزنم، ولی همینه واقعا. بعد این که الان برم حاضر شم یه ویدیو اینستاگرام میخوام بگیرم، بعدش هم که بریم بیرون دیگه خرید داریم و کاما رو بریم بیرون و اینا. هنوزم نهار نداریم. کامیار جون قول داده درست کنه. سلام. کامو چی شده؟ پاپی قهرمان کوچک خانه ما. در حال خلق شاهکار. بیا. هش دوست داری؟ هوا یه ذره زیادی زیبا نشده، خیلی هوا خوشگله. بعد نورا خیلی داره قشنگ میشه، هوا خیلی داره مطبوع میشه، بیرون قهوه میخوری بیشتر میچسبه
دیگه عرق نمی کنی، از گرما نوچ نمیشی، میتونی نفس بکشی. خیلی قشنگ شده این روزا. بیاید بیرون یه ذره لذت ببرید. هم هنوز خوشگله، همه جا سبزه، هم هوا خوبه. البته که تا 2 ماه آینده واقعا همه جا قراره که خوشگل باشه، حتی اگه برگا زرد و نارنجی هم بشه بازم خوشگله. ولی منظورم اینه که این روزا بیاید بیرون قشنگ لذت ببرید، عشق کنید. کامو دوست دارم که تو بقیه روزم همراهتون کنم، چون الان با کامیرا میخوایم بریم هایپر یه سری خرید واسه خونه انجام بدیم. اومدیم کامرا رو گذاشتیم بریم یه سری خرید مرید بکنیم و اینا. امروز تصمیم گرفتیم که برای امشب حداقل سالم خارج رو بذاریم کنار. یعنی احساس کردیم که دیگه خیلی مثلا نزدیک 2 ماهه که ما رژیم که یعنی داریم سعی میکنیم تو کالری نقصان باشیم و مثلا حالا رعایت میکنیم دیگه. امشب تصمیم گرفتیم که رها کنیم، یعنی امشب قرار شد که شب چیل ما باشه. به کامیرا گفتم من واقعا احتیاج دارم که بشینم بخورم. بعد اینکه ولی خیلی دیگه فکر میکنم که این ولاگ یعنی جاش نیست دیگه، خیلی طولانی میشه، از حوصلتون شاید خارج بشه. ولی گفتم بیام ازتون بپرسم که اگر که مثلا دوست دارید ولاگای روزمره اینطوری رو من بیشتر براتون بگیرم، طولانی ترش بکنم، یا چیا اصلا دوست دارید ببینید تو ولاگای روزمره من همونا رو براتون بگیرم. و اینکه همین دیگه. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. اگر که ویدیوهامو دوست دارید لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگر که دوست داشتید برای من کامنت بذارید، خیلی باعث میشه که انگیزه بگیرم و ویدیوهای بیشتری بسازم. و همین دیگه. من شما رو تو ویدیو بعدی میبینم. دوستتون دارم. خدافظ.